خب سلام علیکم بچه ها. تاکید میکنم این درس ما باید به اکسس است. این درسی دویمی ما است. وارد میشویم با فایل. خب از اینجا سازدهد از سازدهد پسته بازدهد. خب دیتابیس سی اکنون در اینجا خودتان میدونید چیزی را که من می نویسم. خب کتاب خانه اگر شخصانی که در مکتب بسیار سر کار گیرند با این خیلی چیزها بسیارتر مواجه میشوند. در مکتب کتابخانه شخصی خود را دارد. برای همین یک نمونه را با اید کتابخانه با شما مثال میارم که یعنی نام و فامیل همه طلبه ها را در آنجا چیکار کنیم؟ نویسنده جا کنیم و در آخر سال از روی همین کتاب را با عبرت برمیگردانیم. یعنی کاری همون کتاب دار آسان میشود. یگان کتاب هم در مکتب گم نمیشود. خب برای این میدان ها رو ما باید جا با جا کنیم، نام با نام تقسیم کنیم. برای همین من در اینجا پیشکی یک کاری دیگر رو با شما میفهمونم. یعنی اینجا پاله ها رو نام بر میکنیم، بعدا دوام میدیم. خب از اینجا از رژیم ما این رو تغییر میدهیم، با کنسترکتور وارد میشویم. تبلیت یک بله. خب چقدر که میبینید جدول ما در اینجا کمتر دیگرگون شد. این میاد پاله نامی میدان. خب کد رو خیلی بیاید علش میکنیم. از اینجا من رمز می نویسونم. این خودش در حالت عادتا چی است؟ استوچک است، یعنی حساب کنک است. خب انا باقی مانده شد باز حاضر رنگ همین دانه با دانه انتخاب میکنم. در اینجا یکم ما می نویسونیم نامی کتاب. خب انا اکنون در دویم ما علاقه می نویسونیم که خب نامی کتاب کی باشد. در دویم می نویسونیم کتاب باز چی دارد با خودش؟ کتاب، رمز کتاب هست خودش، سالی برارش، نویسنده کتاب است باز. خب می نویسونیم نویسنده یعنی که مؤلف نویسونیم. این خوبتر است. مؤلفی کتاب. شما میتونین مؤلف خالی هم نویسونیم. خب بعد این باز هست سالی برارش. خب بغرض این کتاب باز چی دارد؟ نامی کتاب، مؤلفی کتاب، سالی برارش. خب بعد این باز کتاب دارد مکانی برارش. این رو اگر به خواست خودش ما خواهید نویسونید، خواهید نه. انا اکنون ما باید اینها رو هم به نظر بگیریم که کتاب با کی داده می شود. یعنی نامی طلبه را هم در اینجا ما پیش از نامی طلبه را قید کردن ما باید رمز کتاب رو مونیم که از طرف کتابخانه با اون رمز گذاشته می شود. مثال 1 است، 2 است، 3 است، 4 است. خب رمز کتابخانه، رمز کتاب. خب این رو مونیم رمز کتاب از طرف کتابخانه خودش مانده می شود. انا اکنون نام خواننده رو می نویسیم. نام و فامیل. نام مذهب نویسیم. این خوبتر می شود. نام نسب. نام نسبی خواننده. انا اکنون ما باز می نویسیم در اینجا نام نسبی خواننده باشد. خب رقم موبایل خواننده ها که ندارم تلفنی ولی دهیم. تلفنی
نامناسب خواننده تلفنی والدین. من اکنون با فکرم که برای یک کتابخانه ما همینقدر بس است. یا اگر خواهیم باز یگان چیز دیگر ایلاوه کنیم در همینجا ایلاوه میکنیم. خب من اکنون به استوچیک نگاه کنید. رمزی ما داشت چی؟ استوچیک. این کلید میدان هم بگیم میشود. دویم نام کتاب اینجا شما تکستوی پاله این همین سکونجا رو پخش کنید میبرد که با ما چی در اونجا موندنی هستیم. تکستوی پاله درست است. خب در اینجا مؤلف کتابین هم تکستوی میشود. خب از اینجا ما مینویسیم سالی برارش کتاب خانه این دو با ما سال در کل است. این دو تکست نه چیسلوی میگیریم یکی این باز خوبتر میشود. خب رمزی کتاب و رمزی کتاب هم اگر بگیم ای کتابخانه با اون رقم مونده میشود. رقم 1 است، 100 است، 2000 است. کدام کتابی که طوری میاد برای همین ما اشته هم چیسلوی مانیم این خوبتر میشود. نام نصبی خواننده تلفنی والدین. انا در تلفنم چیسلوی مانیم خوبتر میشود. انا اینقدر ما میدان مانیم. خب من اکنون در اول چقدر که میبینید جدول ما خالی بود. حاضر اکنون ما برمیگرد این رو سخنید میکنیم و برمیگردیم بر رژیم تبلیغ زدن. خب علاقه شما چقدر که میبینید در اینجا همه اون چیزایی که ما نویسونیم پیدا شدن. برای همه اینها توفیق کم تر اینها رو جدا جدا میمونیم. یعنی همه اینها رو که ما جا کردیم اکی معلوم است. در اینجا رمز رو که ما موندیم یعنی نامی چی این رو ما کمتر تغییر میدهیم با سبب که اون یکی از ما اگر با قسمت پایانی راییم ملکه در اینجا چند هم یعنی ستون که است آنها رو حساب میکند. با ما این در کار نیست. ما باید آن رو با آیدی تبدیل دهیم استوچیک رو. خب اگر داشته باشه короткий текст слой дата денежный счетчик логический و فکرم مدیرش نیست. بعدا خیلی توضیحش میکنیم. نگردیم با تبلیغ. خب نام کتاب اکنون ما در اینجا باید یگان کتاب رو نویسونیم. مثال میگیریم کتابی صنفی 5 کتابی صنفی 5 تکنولوژی اطلاعاتی تکنولوژی اطلاعاتی صنفی 5. در اینجا مؤلف کتاب خواه کی میتوند باشد؟ مؤلف کتاب مؤلف کتاب هر کی میتوند باشد. یا برای مثال می نویسونیم این برای مثال. خب در سال باشد بگذاریم کتاب سال 2023 آفریدن. خب رمز کتاب از کتابخانه به این کتاب مثال میگم کتاب ها رو ناوردن رمز بندی کردن به این کتاب رمزی 10 اومد 100 اومد. نام نسبی خواننده مثال میگیریم به این خواننده نام این خواننده رو چی مونیم؟ خیلی دلخواه نام رو مثال نکته خبین انور اکنون با تلفنی والدین با تلفنی والدین این آدم ما میمونیم. حاضر سیم کارت ها بسیارتر با همین نامی رو مشهور است 000 آخرش بیمالون همین خیلی میمونیم.
خب اینها را که ماندیم اکنون ما باز میگردیم به حقیقتی کتابی دویم. اینجا اصلا که نولا ماندیم این را قبول نکرد، رقمی ما بلیده در اینجا کمتر کم بودی شد، هرچی بود و بود. اکنون میگذاریم به قسمتی دیگری. در اینجا خیلی که شما میبینید علاقه کتابی کسب و هنر دارم منویسیم. کسب و هنر. خب برای کسب و هنر صنفی 5. خب من همین خیلی نویسنده رفتن میگیریم، چون که در پیش ما دیده بودید همین خیلی گناه، یعنی ما قسمتی بالایی نام نویسی رو در این درس با شما دیده برآمدیم و جا کنده. در درس های نوبتی باشد همین ها رو باز با ترتیب در آوردنش رو با شما میفهمونم. سربلند خانواده باشید تا درس های دیگر.